در چارخلای وزیرآباد که بری از آبی و از دکاندار هر کس سوال بکنی که مولوی مصطفی اینجا چی کرده؟ میگه 100 مرتبه قرآن یاد داده، توحید یاد داده. خیر چرا کشیده؟ چرا کشیده؟ ولی یک دو نفر پیرپرستی ما مخالفش بود. این گپا هست و پیش الله خود سند داشته باشه که یا الله من کوتاهی در ادای مسئولیت خود نکردم. 5 وقت نماز، ترجمه قرآن کریم، درس حدیث، تعلیم اولادا، عقیده توحید رساندن، کلش انجام داده. جرمم چی بوده؟ که چرا اصرار سریزی گپ داری؟ چرا اصرار سریزی گپ داری؟ چرا دیگه ایره ادامه میدی؟ باید ادامه ندی، منصرف شوی از این گپه. عالم وان که تو از مسجد بکشه خود سند داشته باشه پیش کی؟ الله متعال.